باز دیده و دیداری هم رسیدیم در برنامه نوبتی دورخش. چون همیشگی ما از زندگی و روزگار و کار و پیکار نفرانی صاحب ذوق و صاحب استعداد برایتان قصه خواهیم کرد. امروز ما درباره هنرمندی سخن می‌رانیم که خیلی جوان است و الکی توانسته است که با دستاوردهای بی‌نظیر نوید گردد. همصحبت امروزه ما هستند هنرمندی با استعداد مچگانه ابراهیمووا. زیاد مچگانه شما را با برنامه خوش آمدید میگیم و چطوری که ما میدانیم شما زاده شهر کوین بادام هستید و با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و پایتخت مملکت آمدید و امروز هنری خود را تکمیل میدهید و میخواستم از همون لحظه های یادآور میشید چگونه راه پیش گرفتید با پایتخت مملکت. تشکر زیاد، سلامت باشید. من امروز بسیار خوشحال از آن هستم که به این برنامه خود دعوت کردید. بینندگان خود را به تلویزیون شهنواز رساندنی هستم و سبب به پایتخت آمدن من از دستگیری و همکاری های پدرانه رهبریت دولتمان بود که من امروز طول 3 سال می شود که در پایتخت تحصیل خود را دوام داده ایستادم و حالا باشد دانشجوی بخش 4 کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستارов هستم. در آنجا در ساز تنبور در نزد استاد عزیزم سراج‌الدین جورایف سبق آموخته ایستادم و در برابر نوازندگی کم بیش باز به سرایندگی نیست شوق و هوس دارم و در وقت‌های خالیگی با تنبور یک چند سرودها را زمزمه میکنم و این برای من باعث خوشحالی میکرد. اینجا قیدم بسی با دستگیری سازگزار سوپرولایت ملی پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پایتخت مملکت تشریف آوردید ولی سببش را قید نکردید. این لحظه ها برای من لحظه های روزهای فراموش نشونده بود. سنه 13 سپتامبر سال 2016 در بابت گشاده شوی کاخ نوبنیاد سوختیان در شهر خوجند اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملتمان محترم امام علی رحمان به ولایت سوخت سفری کاری داشتند و در آنجا در گشاده شوی کاخ نوبنیاد سوختیان در چاره‌بینی ایدانه من نیز اشتراک کرده بودم. اولین بار در نزد جناب عالی با ساز تنبور سرود زمزمه کردم، سرود کلاسیکی، و پس از انجام چاره‌بینی سرور دولتمان به صحنه برآمده همه را مبارکباد گفتند و بعد
مرا به نزدشان خواندند. وقتی که گفتن که دختری تنبور نواز از شهر کنوادام به نزدم بیا، در هیجان بودم و رفتم به نزدشان. گفتن چندم صنف میخونی؟ من گفتم صنف 11. در همون سال صنف 11 بودم. در آینده به کجا داخل شدنی؟ من گفتم نصیب باشد پس از ختم مکتب به کنسرواتوار ملی داخل شدنی، تحصیل خود را دوام دادنی. گفتن تو از حاضر علاقه دانشجوی کنسرواتوری هستی، علاقه به من امتحان خود را سپاریدی، من تو را قبول کردم، ما تو را شهر دوشنبه میبریم، از پدر و مادرت اجازه میپرسیم، همه شرایط را مهیا میکنیم، در آنجا تحصیل خود را ادامه میدی. گفتن بعد در آنجا بسیار در هیجان بودم و خرسند نیز بودم که سرور دولت به هنر و مهارت تنبور نوازی و آوازخوانی هم توجه کردند و بهای بلند دادند و من خود را یک از خوشبخت‌ترین جوان دختران دوره صاحب استقلالی می شمارم که با دستگیری بیواسطه سرور دولتمان تحصیل خود را دوام داده ایستادم و می خواهم که پس از ختم کنسرواتوار باز دو چند مهنت کنم و سهم خود را در رشد موسیقی سنتی تاجیک 6 مقام گذاشته باشم. یعنی گفتم باورید است که همون یک سرود پاییز کردید که میچگانه به پایتخت مملکت تشریف بیارند. این لحظه امکان دارد پارچه از همون سرود را برای بینندگان ما سرایده باشد؟ بله، این سرود کلاسیکی بود، فروغ صوت مهیر بر غزل احمد جامی. حالا میتوانم یک 4 مصرعش را برای بینندگان تقدیم نمایم. آن سیه خالست که بر رخسار جانانی من است، آن سیه خالست که بر رخسار جانانی من است، خنجری مجگان او پیوسته بر جان من است، خنجری مجگان او پیوسته بر جان من است، ناصحاب بیهوده میپوسی که دل بردار از او، من به فرمانی دلم که دل به فرمانی من است، من به فرمانی دلم که دل به فرمانی من است. میچگانه از این دستگیری و غمخواری ها و از این آبادکاری و سازندگی هایی که در کشور شده ایستاده است چی میگفته باشد؟ وقتی که من اولین بار به پایتخت سفر کرده بودم در سن 8 سالگی، سال 2008 و حالا که طوری 3 سال می شود که در پایتخت استقامت میکنم و بین سال 2008 و 2020 فرقیت بسیار شده ایستاده است. تاجیکستان ما گل شکوفان شده ایستاده است، هم از جهت زیبایی، هم از جهت سازندگی، بنیادکاری، بناهای نو، باغ‌های فرهنگی و فراغتی بسیار شده ایستاده است و ما جوانان میتوانیم آزادانه در باغ‌های فرهنگی گشت و گذار کرده باشیم و من شکرانه از آن دارم که زاده تاجیکستان بیشتاسا می باشم و باوری کامل دارم که پایتختمان از این هم
بسیارتر باز آبادتر میگردد، زیباتر میگردد. وقتی که در شهرمون گشت و گذار میکنم از این زیبایی، از این بنیادکاری ها به خود یک الهام تازه میگیرم. زیبایی شهر را میبینم، بنیادکاری، صبح و صبح، تنجی و آرامی را میبینم، با خود یک الهام تازه میگیرم و توسط همین سرود و موسیقی زیبایی های وطن را وصف مینمایم. و بسیاری موضوع هایی که من تا حال خوانده ایستادم، سرودهای من در وصف وطن، تاجیکستان، مادر می باشد بیشتر است. برای چی مثلا شما در رپرتوار سرودهای شما بیشتر سرودهای وطن دوستانه زیاد است؟ همه این زیبایی و پیشروی های وطن عزیز را دیدم. من چگونه سرود ایجاد نکنم در وصف وطن، تاجیکستان، در وصف مادر. البته این به ما یک الهام تازه می بخشد که ما هنرمندان باز هم کوشش زیاد ساخته باشیم که در وصف وطن تاجیکستان، در وصف بنیادکاری زیبایی شهر عزیزمان سرود و موسیقی ایجاد کرده باشیم. این همش باعث دوستداری نسبت وطن عزیز خویش می باشد. اینجا باید درباره عائله خود کمی صحبت رانیم. در عائله هنرمند به دنیا آمده؟ بله، من از همان آوان خردسالی محض همین محیط خانواده به من تاثیر کرده است که من امروز یک هنرمند به پایه رسم. چون که پدرم نیز صنعتکار می باشند، ختم کرده دانشگاه صنعتی به نام میرزا ترسونزاده، شاگرد شادروان استاد زنده یاد برنای ساقا می باشند و در ساحه شش مقام نوازندگی بسیار یک تجربه زیاد دارند. و از آوان خردسالی وقتی که ما در خانه، پدرم یک استودیو ثبت آواز داشتند، در آنجا بسیار شاگردا و هنرمندا آمده سرودهای خود را زمزمه میکردند. من 5 ساله 6 ساله بودم، در یادم هست که آنها را گوش میکردم، مینشستم لیکن زمزمه نمیکردم. و یک روز با پدرم گفتم دادا جان منم نیز مثل شما سرود خواندنی. گفتن معلش دختر جان. و همون خانه همون ثبت آواز در آوردن، گفتن کنی از پشت من تکرار کن. و همان گامی را که پدرم اجرا کردن من از خفایشان تکرار کردم و دیدن که من نیز یک آوازی خاص دارم، شنوایی خوب دارم. و از همان پس مرا در بسیار چاره‌بینی های شهری ناحیوی سرودهای بچگانه تیار میکردن و از همین خردسالی سرودهای بچگانه در وصف وطن تاجیکستان، در وصف همین کودکا میخواندم در هر خیلی چاره‌بینی ها. از همین سبب بود که من از همین آوان خردسالی با هدایت های به واسطه پدر عزیزم راه به سوی صنعت یافتم. یعنی پدر باعث کردن که میچگونه روی صنعت را انتخاب نمایند، اینطور نه؟ و چون که میگویند میراث پدر خواهی کسب پدر آموز و میچگونه نیست پیروی کار پدری خود هستند. بله البته. و من وقتی که در صنف نهم میخواندم، پدرم که دیدن البته من به سرود و موسیقی شوق و رغبتی به اندازه پیدا کردم، آن کس خواستند که مرا در همین مکتب استودیو بچگانه شش مقام شهر کانیبادان به نام بای محمد نیازوف به نزد استاد عزیزم شورای جان ارگشوف برده سپارند و مرا آوردند. گفتند که همین دختری مرا به شاگردی میگیرید و آن کس راضی شدند و از همان صنف نهم من به مکتب استودیو داخل شدم. در آنجا استاد عزیزم شورای جان ارگشوف به من هم تنبور نوازی و هم خوانش سرودهای کلاسیکی شش مقام را آموزاندند و من بسیار
منتدار از استادان خود هستم که محض با دستگیری و هدایت های آنها من امروز میتوانم آزادانه هم تنبور نوازم هم سرودهای کلاسیکی خلقی را خوانم. من بسیار خوشبخت هستم. تنبور بسیار یک اسباب خاص است و نه هر کس از عهده اجرای آن میبراید و شما اگر خطا نکنم یگانه دختری هستید که در بین هنرمندان هم با تنبور می نوازید و هم سرود می خوانید. برای شما دشواری ندارد نواختن تنبور؟ وقتی که من اولین بار تنبور را به دست گرفتم بسیار فکر کردم که دشوار است و من از عهده نواختن این ساز نمی برایم، لیکن طول 1 سال که من شب و روز مشق کردم، مهنت کردم، تمرین نمودم، بعد از آن فهمیدم که وقتی که مهنت میکنید البته نیز راحتش را نیز میدیدید. یگان کاری دشوار نیست در این دنیا، همه کار مهنت و تمرین زیاد را طلب میکند. وقتی که انسان به نزد خود یک مقصد میگذارد البته به آن مقصد خود میرسد. اگر شوق، استعداد و هوس باشد هنرمند میتواند به هدف خود نائل گردد. اینجا گفتید که با تنبور سرودهای خلقی میخوانند، همینطور در برابر مثلا سرود سراییدن در ژانر 6 مقام باز از عهده کدام ژانرهای موسیقی برآمده میتوانید؟ در کدام ژانرها با سرود سراییده میتوانید؟ با خواندن سرودهای خلقی که سرودهای قدیمه یکی استادان گذشته ما ایجاد کردند از کمپوزیتوران تاجیک زیادالله شهیدی، 1-2 سرود زمزمه میکنم با تنبور از خود کردم و اینچنین با خواندن سرودهای همین وطن دوستانه نیز مشغول هستم. این لحظه امکان دارد برای بینندگان یک سرود خلقی زمزمه نموده باشد؟ بله. البته با تنبور. بله. اگر بر عشق تو درمان شود روزی خوش دارد چه به ارمان شود. کس اگر بر عشق تو درمان شود روزی خوش دارد چه به ارمان شود. لحظه ها بهرش همه بوستان شود، لحظه ها بهرش همه بوستان شود، بوستان شود، بوستان شود. اینقدر شادم از دیدارتان که کنیم احساس دل اظهارتان، که کنیم احساس دل اظهارتان. چی شود پیشم گهی مهمان شوی، چون دوا بر درد دل درمان شوی. چی شود پیشم گهی مهمان شوی، چون دوا بر درد دل درمان شوی. از نگاه من جان تو یک جانان شوی، از نگاه من جان تو یک جانان شوی، جانان شوی، جانان شوی. این
اینقدر شادم از دیدارتان کی کنیم احساس دل اظهارتان کی کنیم احساس دل اظهارتان میجگانا اینقدر آوازی فارم دارد و همزمان مطربی چیره دست هستید. از جانب یگان انسامبل های دولتی مخصوصا انسامبل دولتی شش مقامی به نام فضلی شعاوی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب رهبریت پیشنهاد نشد که مثلا در این انسامبل فعالیت خود را براه مانید؟ البته تا حال پیشنهاد شده است از جانب انسامبل دولتی شش مقام و من نیت دارم که پس از ختم دانشگاه در انسامبل دولتی شش مقامی به نام فضیلدین شعبی نزد کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان کار و فعالیت داشته باشم و تا حال سبب کار و فعالیت نکردن من در انسامبل های دولتی این است که ما در دانشگاه قریب هر روز از زمین ساعت 8 تا ساعت 3-4 بیگاهی درس داریم و من وقتی خود را در فعالیت کردن انسامبل های دولتی جدا کردن نمیتوانم و لیکن در نقشه هست که در آینده کار و فعالیت کرده باشم. از نگاه شما جوانان چگونه توجه دارند به موسیقی سنتی تاجیک مخصوصا شش مقام و فلک؟ حالا توجه جوانان نسبت سنت شش مقام سرودهای کلاسیکی حالا هم مکمل نیست، حالا هم زیاد نیست، چون که وقتی که من در مکتب میانه میخواندم و در وقتی امین درس ها زمزمه میکردم سرودهای کلاسیکی را همصیفان من میگفتن بس کن که و با آنها نمیدانم پسند نبود یا نمیخواستن گوش کردن، میگفتن فقط که تو را فقط امین شخصانی کلانسال گوش کرده میتوانند، ما جوانان نمیتوانیم که امین سرودهای کلاسیکی را گوش کرده توانیم. مخلصای تو فقط اما و بیبو بابا ها ما هستن میگفتن. من خندم میگرفت که برای چی جوانان تا حال نمیتوانند که امین از صنعت نیاگان ما شش مقام برخوردار باشند. این صنعت یکی از ژانرهای مکمل تری می باشد که از شش مقام عبارت است. بله، شش مقام عبارت است و من با جوانان امروزه گفتنی هستم که به جای آن سرودهای ریپ و به جای آن سرودهای بی‌معنی که تا حال گوش میکنن همین سرودهای کلاسیکی را گوش کنن. در هر یک غزل شش مقام در هر یک مصرعش یک معناهایی هست که جوانان را میتواند که به راه راست هدایت کند و از گذشته و نیاگان خود بله برخوردار کند. میخواستم که جوانان ما بسیارتر به این سرود و موسیقی کلاسیکی توجه کنند. شما خالیب آزمون تلویزیونی پروین هستید و در ژانر وکال صاحب جایزه گردیدید. میخواستم از همون لحظه ها کمی یادآور میشدید و باز با کدام دستاوردهای دیگر نایل گشتید؟ من سال 2018 در آزمون تلویزیونی پروین اشتراک کردم. دور اولش در شهر خوجند برگزار گردید. از دور اول با موفقیت به دور دوم گذشتم و وقتی که به دوشنبه آمدم الکی دور دوم و سومش برگزار گردید و از این دورها نیز با موفقیت راه یافتم به دور فینالی و در دور نهایی در ژانر وکال به بهای بلند بله از بین اشتراکچیان به بهای بلند سزاوار گردیدم و صاحب جایزه گردیدم و این چنین بعد از آن برای اشتراک در همین آزمون به شما بیشتر کی کمک رسانید؟ البته دستگیری پدرم و استاد عزیزم بود که من
با موفقیت در این آزمون اشتراک کردم. محض با مصلحت و دستگیری های آن کس من غالب این آزمون گردیدم. در یگان آزمون های بین دولتی اشتراک کرده دیدین که نه؟ بله، اولین بار ماه مای سال 2018 به دولت قزاقستان شهر الماتا سفر کرده بودیم. در آنجا ما 3 نفر از تاجیکستان رفته بودیم. هر 3 مانم نورسا بودیم. یکی دایره نواز، یکی رباب نواز و من با تنبور. در نامیناسیون اجرای سرودهای خلقی اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم. در بین 52 دولتی که از هر کناری دنیا آمده بودند سزاوار جای اول گردیدم. آن لحظه ها با فکرم فراموش نشوندند، همه وقت در خاطر شما ثبت خواهند گشت. بله، این لحظه برای من روزهای فراموش نشونده بود. این سفر اولین من به شهر الماتای قزاقستان بود که در آنجا من ناگهانی استاد خود را واخوردم. پیش از برآمد با هم مشق کردیم. استاد عزیزم مرا دستگیری کردند و با هم برآمد کردیم. این روزها برای من روزهای فراموش نشونده بود و من میندار از استاد عزیز خویش هستم که در سفر هنری مرا دستگیری کردند. روزها در پایتخت مملکت یک قطار آزمون ها برای دریافت چهره های نو در ساحه صنعت موسیقی و آوازخوانی برگزار گشته. از جمله آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من. از نگاه شما برگزاری همین گونه آزمون ها چه اهمیت دارد؟ بله، درست قید کردید. برگزاری و تشکیل نمودن چنین آزمون ها برای ما نورسان و جوانان یک الهام تازه می بخشد و ما می توانیم که هنر و مهارت خود را باز هم صیقل دهیم و برای هوسمند کنانی جوانان در این آزمون ها مکافات های پولی پیش بینی گردیده است و جوانان می توانند که از این امکانیت ها استفاده برند و با خود را بسنجند و توسط همین هنر و مهارت خود می توانند که به جایزه و همین مقام های اول و دوم و سوم نایل گردند. و من گفتنی هستم که این آزمون ها می تواند که ما جوانان را به روحیه وطن دوستی، به روحیه خویشتن شناسی و شکرگزاری از این دولت تنج و آسوده روانه کند. و من بسیار خرسند هستم که در شهر ما، در جمهوری ما چنین آزمون ها برگزار می گردد. میگویند در آینده باز کدام نقشه و نیت‌های نیک شما را در پیش است و چگونه دیدن می‌خواهید در آینده موسیقی سنتی تاجیک را؟ در آینده نقشه های بسیار دارم در بابت کار و فعالیت خود، در بابت ایجادیات نسبت صنعت نیاگانمون 6 مقام و گفتنی آن را دارم که پس از ختم دانشگاه میخوام در کنسرواتوری ملیمان همچون استاد و شاگردان درس گویم و از تنبور نوازی میخوام بسیار دختران تاجیک نیز به تنبور نوازی مشغول شوند و صفی چنین تنبور نوازان در جمهوری ما بسیار گردد و میخواهم به مثل استادان عزیز شاگردان خود را تربیت کرده و خلق و وطن عزیز خود خدمت های شایسته کنم. و ما نیز امید داریم و باور داریم که زیر غمخواری و دستگیری های پدرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هنری خود را تکمیل می‌دهید و با همون آرزو و مقصد و هدفهایی که در پیش خود گذاشته اید
با آنها البته که نایل میگردید. برای اشتراکتان در برنامه اظهار سپاس می‌نمایم. بیننده های عزیز، اینجا صحبت داشتیم با هنرمند خوش صدا مطرب چیره‌دست میچگونه ابراهیمова. اینجا با یک سرود در اجرای میچگونه و برنامه حسنی انجام میبخشیم. سرافراز وطن دل با تو هم ساز است و همراه